میگه نابرد رنج گنج میسر نمی شود. از مشکلات میشه آدم رد بشه، مشروط به ای که بخواه آدم. و طبعا زندگی بشر طبعا با مشکلات شده. مثلا ما یک مسیر، یک کورس را در نظر داریم که ای را طی کنیم، 10 کیلومتر راهه. اگر قدم برداریم طی میشه این کورس، اگر قدم بر نداریم بگیم 10 کیلومتر راه ما نمیتونیم بریم، هیچ وقت ما نمیرسیم به مقصد. بنابراین زندگی هم از نظر می عبارت خواستن و توانستن. زندگی زیباست، بسیار بسیار زیباست از نظر من. مشروط به ای که زندگی یک انسان مثمر و ثمر باشه، چه در فامیل، چه در جامعه و چه در جامعه بشری کل کره زمین.